الحمد لله الذي قال في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والصلاة والسلام على رسوله قال في ختابه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى آله وأصحابه التابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما را برادرای خیلی عزیز و گرامی به این روز سید، به این روز سردار هفته، به این روزی که در فضیلت و در شرف از عید قربان و رمضان دیده بهتر است تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار در این ساعتهای قبولی دعا میکنم که خدای مهربان این شبی که بهترین شبها بود، شب قدر، که در داخل او عبادت و شب زنده‌داری قریب 85 سال عبادت داده میشد. خداوند در نامه اعمال تمام آن بندگانی که این شب را احترام کردند، شب زنده‌داری کردند، خدای مهربان کتابت بفرمایی و خدای مهربان قلف دل همه ما بندگانت را گشاده بگردانی. خدای مهربان محبت ذات خودت را، محبت محمد صلی الله علیه و سلم را، محبت قرآن، محبت اسلام، محبت صحابه ها را خدای در دل ما جایگیر بگردان. خدای مهربان قدم هایی که به سوی این خانه تو زدیم، به سوی ادای فرمان تو زدیم، خدایا این قدم های ما را ضایع مگردان. خدای مهربان این جمعه آخر از ماه مبارک است، تا جمعه های سال آینده این ماه مبارک این قوم و جمع ما را صحت و سلامت خدایا نگه بدار. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. خدایا مسافرهای این جمعیت، فرزندای این مردم تاجیک ما را صحت و سلامت به خاندان پس بگردان. خدایا این ملک تاجیکان، این دولت تاجیکان آباد و زیبا بگردان. خدایا هر یک نفری که برای این آبادی تاجیکستان دلسوزی دارد، سعی کوشش دارد، خدایا در حفظ امانت نگهش بدار. خدای مهربان شرم و حیا و عدل انصاف شعار تمام مردم تاجیکستان ما بگردان. خدایا سرور دولت ما هم که برای بهبودی این دین اسلام، برای بهبودی این مردم تاجیک، آبادی ملک تاجیکان سعی و کوشش ها دارد، خدایا ایشان توفیق با رفیق، عمر دراز و از همه بیماری ها خدا نجاتش ده. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه اینی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. صدق الله العظیم. وقتی انسان این آیت ها را میخواند و پیش انسان این منظره ها وقتی که گذر میکند، آدم یک حالت دیگرگون برای خود پیدا میکند. افسوس که ما از تحت ترجمه و تفسیر این آیت درکی نداریم. شنیدن این برای ما و شما شاید هیچ تأثیری نبخشد. این آیت هایی که تلاوت کردم یکی از سوره مبارکه حاقه تفسیر از پاره 29 قرآن، دیگر از سوره انشقاق پاره 30 قرآن بود. و به موضوع امروزه ما که فضیلت ماه مبارک است، از روی تفسیر مجاهد بسیار موافق است. پیش از آنی که من این آیت های قرآن برای شما مفصلا تفسیر نمایم، این منظره از دادن نامه اعمال حکایت می کند. من جمعه گذشته یک منظره را از سوره القارعه که در او در آخر این آیت فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه حکایت کرده بودم که منظره گذاشتن ترازو بود و وزن کردن این عملهای نیک و بد بنده. برای شما یک پارچه او را بیان کردم. امروز هم باز منظره دیگری که در قیامت ما و شما را منتظر است، این دادن نامه اعمال است. نامه اعمال که در دعا ما دعا میکنیم پروردگارا نامه اعمال ما را به دست راست دادند نصیب بگردان. آیا این چی معنی دارد؟ ما باید همیشه دعا کنیم که الله نامه اعمال ما را به دست راست بده. خدایا با دست چپ دادنده و سوی تو پناه طلب میکنیم. میبینیم دست راست دادن چی فایده دارد. شاید دست چپ این من جمعه آینده برای شما تحلیل کنم، زیرا شاید وقتم گنجایش ندهد. نامه اعمال چیست؟ نامه اعمال این کتابی هست که پروردگار در دست فرشته ها کتاب میدهد، با همراهی قلم امر میکند این بنده من زمانی که به بلاغت رسید هر یک عملی نیک و بدی او را در همین کتاب ثبت میکنی، می نویسی. فرشته ها کردارهای نیک و بد ما و شما را در کتاب می نویسند. الحال از سحر تا ساعت این 12 شما چی کاری که انجام دادین در کتاب شما نوشته شد. الله که نوشته شد. قدم هایی که بر جمعه گذاشتید، با چی نیت آمدید، آنها را در کتاب الله که ثبت شد. خداوند می فرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر وقتایی که اگر نامه اعمال این کتاب در دست بنده مؤمن به دست راست او داده شد، تصور کنید که روز قیامت پروردگار کتاب تو را در دست راست